همیشه مراقب باشید که کیو توی خونتون راه میدین. این عکس مهمونیه که توی شب هالووین 1940 توی مهمونی جک و آملیا لیتن شرکت کرد. قبل از اینکه این مهمون وارد خونه بشه، آملیا متوجه میشه این آدم از پنجره داره توی خونه رو نگاه میکنه، ولی چون شب هالووین بوده و مهمونی هم به خاطر هالووین برگزار شده بوده، فکر میکنه دوستش جنه که اینجوری با پوشیدن لباسای وحشتناک میخواد بترسونتش. اینجوری میشه که میره درو باز میکنه و خودش برمیگرده پیش بقیه مهمونا. حدود 20 دقیقه بعد جن با لباسای عادی وارد مهمونی میشه و آملیا میبینتش. بهش میگه تو مگه نیم ساعت پیش نیومدی تو خونه؟ جن میگه نه، من همین الان رسیدم. اینجوری میفهمن یه غریبه رو توی خونشون راه دادن. سری میرن توی اتاق دخترشون رو میبینن دخترشون نیست. زنگ میزنن به پلیس، ولی نهایتا تنها چیزی که پلیس پیدا میکنه یه لنگه کفش خونی از دخترشون بوده. اون شب پلیس 4 تا گزارش دیگه هم دریافت میکنه که این مهمون به خونه اونا هم سر زده و از هر خونه یه بچه دزدیده. هویت این آدم هیچ وقت مشخص نشد و هیچ کدوم از بچه‌ها هم پیدا نشد. ما عجیب ترین ماجراهای دنیا رو براتون تعریف میکنیم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر هورر مووی اینتروداکشن را دنبال کنید.